سرپرست کمیته اقتصادی فدراسیون فوتبال توی اینستاگرام 3 میلیون فالوور داره، یعنی 100,000 تا بیشتر از پیمان معادی. 1% اون لحظه که داشتی فیک میزدی به این فکر نکردی که آقا میفهمن اصلا شغل من طوری نیست که من این میزان از فالوور داشته باشم. بعد خبره 20 میلیونی داره توی پیجش، آخریش فکر کنم 20 میلیونه. خبر پیوستن پسرش به یک تیم اماراتیه. خبر پیوستن مسی به آمریکا 20 میلیون ویو داره، یعنی اندازه همین خبر پیوستن پسر چه 12-13 ساله ایشون ویو داره. سیدنی سوینی لامصب 5 میلیون ویو به زور میگیره. 20 میلیون نفر یعنی 1/4 جمعیت ایران. یعنی بری تو خیابون از 4 نفر گیر بیاری رندوم بپرسی که آقا چه خبر، باید یکشون یه خبر جدید میخواد پسر آقای کمیته اقتصادی فدراسیون فوتبال رفته باشگاه گلف یونایتد امارات. برای که یه دونه فالوینگ داره، اونم پسرشه، کامران تفتی. خود همین آقای نوشته رکورددار شنای پهلوانی جهان هم با 7000 تا شنا، که اونم احتمالاً 6700 تاش فیکه. یعنی 7000 تا. آخه تو چه مدت؟ تو همه این سالها 7000 تا رفتی؟ خب حساب نیست.